وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. اعلام آمادگی ایران به هر نوع همکاری علمی با افغانستان. ایجاد لابراتوارهای پیشرفته برای سنجش کیفیت مواد معدنی در کشور. و وقوع زلزله به بزرگی 7.5 ریشتر در شمال شرق ژاپن. روز شنبه 18 ماه قوس سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها. شیخ ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی در جریان سفرش به ایران با حسن سیمایی صراف وزیر تحصیلات عالی این کشور دیدار و درباره همکاری‌های علمی دوجانبه گفتگو کرد. آقای ندیم در این دیدار درباره تبادل استادان میان پوهنتون‌های افغانستان و ایران و گسترش همکاری‌های علمی بحث و پیرامون برنامه‌های تازه ایجاد شده ماستری و دکترا در پوهنتون‌های کشور و پیشرفت‌های اخیر در آموزش دینی و عصری معلومات ارائه کرده است. وزارت تحصیلات عالی میگوید که حسین سیمایی صراف با اشاره به مشترکات دینی و فرهنگی میان دو کشور بر همکاری‌های علمی تاکید و به هر نوع همکاری علمی با وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام آمادگی کرده است. در نشست نوبتی کمیته تکنیکی کمیسیون اقتصادی، ایجاد لابراتوارهای پیشرفته برای سنجش کیفیت مواد معدنی در کابل و ولایت‌های کشور مورد تایید دانسته شد. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء میگوید که برای این لابراتوارها 233 میلیون افغانی بودجه در نظر گرفته شده که 15 میلیون افغانی برای امور ساختمانی و 218 میلیون افغانی آن برای تجهیزات پیشرفته و مجهز با تکنولوژی جدید مصرف خواهد شد. وزارت امور داخله میگوید که 247 تن از منصوبین پلیس از ولایت‌های پروان، کاپیسا و پنجشیر پس از فراگیری آموزش‌های مسلکی و عقیدتی در مرکز تربیوی پلیس پروان فارغ شدند. مسئولین در مراسم به همین مناسبت فارغان را به اخلاص در وظایف و رفتار نیک با مردم توصیه کردند. و در اخیر یک زلزله به قدرت 7.5 ریشتر ناوقت روز گذشته دوشنبه 17 قوس سواحل شمال شرقی ژاپن را لرزاندند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که مرکز این زلزله در فاصله 80 کیلومتری ساحل اومورو و در عمق 54 کیلومتری زمین قرار داشته است. در نتیجه این زلزله 90,000 تن از ساکنان منطقه خانه‌های خود را تخلیه کرده و شماری نیز زخمی شدند. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.